تو فرانچایز مستر بیست تا نداری، تو داری ویدیو رو میبینین این کانال دوبله فارسیش کرده، این کانال تولید کننده محتوا نیست. به پوریاوست و ممنتو اخطار داده. برید در این ویدیوی مستر بیست کامنت بذارید، مقایسه بزنید دوبله‌ای که خود مستر بیست رو کانالش گذاشته رو با دوبله‌ای که ما داریم میذاریم. سلام به روی ماهت رفیق عزیزم، به کانال خودت حواشی داغ ایران خیلی خوش اومدی، جایی که همیشه داغترین خبرها و جنجالا منتظرته. امروزم با یه حواشی تازه در خدمتتم تا حسابی غافلگیرت کنم. حمایت یا حمله رسول دیواکس به دوبلورای فارسی، حمله شدید بعضی از یوتیوبرها و مخاطبا به پوریاوست، دروغگویی پوریاوست به مخاطبا و ناهماهنگی با مستر بیست. رفیق عزیزم امروزم این حواشی ها رو دنبال میکنیم، پس برای بزرگتر شدن خانوادهمون و باخبر شدن از همه حواشی ها کانال رو ساب کن و ویدیو رو هم لایک کن که عشق داداشی. دوستان قبل از هر چیزی اینم بگم که این ویدیو کاملا بی‌طرفانه است. رسول دیواکس یه ویدیوی ساخته و گفته که اینایی که مستر بیست رو دوبله میکنن خیلی بی محتوان. کل ویدیو تخریبشون کرده ولی آخر ازشون حمایت کرد که خیلی عجیبه که با هم دیگه ببینیم و برگردیم. دوبله هم که اصلا تولید محتوا نیست. چی گفت؟ چی؟ به من گفتی دوبله های زیبای من تولید محتوا نیست؟ صدام از این حالت در آره دوبله تولید محتوا نیست. چرا؟ این کارتون رو میبینی؟ گفتیم با فکر بیاد مخلوط آورده نصفش کنیم، ولی من دوست این شرکت دوبلش کرده تو ایران. این شرکت انیمیشن ساز نیست، دوبلوره. این فیلم رو میبینی؟ این شرکت دوبلش کرده. این شرکت فیلم ساز نیست، دوبلوره. این ویدیو رو میبینین؟ این کانال دوبله فارسیش کرده. این کانال تولید کننده محتوا نیست. اگه به منی که یوتیوبرم بگی فیلم سازی، یه مشت محکم زدی تو دهن اونی که واقعا فیلم میسازه. پس مهمه که بهش چی میگی. سلام، من تولید کننده مبلم. چجوری توی این وضعیت تولید میکنی؟ مبل میخرم از خارج، روش مینوشتم رسول دیواکس. خودمو میذارم جای رسول 9 ساله که نشسته میخواد باب اسفنجی ببینه. چه سنگی داری؟ نه چپ کن باب اسفنجی. این مال توی دوست خوبه. وای ممنونم پاد. باب اسفنجی رو یه تیمی دوبله کردن. اگر اون تیم نمیشست باب اسفنجی رو دوبله نمیکرد، من رسول 9 ساله از لذت باب اسفنجی تو کل بچگی محروم میشدم و من خیلی باب اسفنجی رو دوست داشتم. پس من ترجیح میدم که این دوبله هایی که میبینین باشه تا نباشه. همه درگیری ها از زمانی شروع شد که مستر بیست شروع کرد به دوبله کردن شورت ویدیوهاش. اول ببینیم واکنش پوریاوست و ممنتو رو به این داستان رو ببینیم و برگردیم. الان خودمونیم بچه‌ها در جریانید همه که مستر بیست داره شورتاش رو دوبله میکنه و میذاره، یعنی دوبله فارسی دارن. ولی یه مقایسه بزنید دوبله‌ای که خود مستر بیست رو کانالش گذاشته رو با دوبله‌ای که ما داریم میذاریم. یه مقایسه کیفیت بزنید، حالا کاری نداریم، خدایی بگید ولی خدایی بیان یه نگاه بندازیم که چه اتفاق بزرگی بود. یعنی قبل از اینکه دوبله فارسی مستر بیست شروع بشه توی یوتیوب فارسی، اصلا مستر بیست ایرانی نمیخوند که بخواد دوبله فارسی بزنه براشون، ولی الان دوبله فارسی به مستر بیست اد شده. یعنی واقعا یه اتفاق بزرگ افتاده. حالا کاری ندارم خیلی ها با این قضیه هیت دارن، مشکل دارن، نمیدونم دوست دارن این قضیه رو جمعش کنن و مشکلی نمیدونم انگار مثلا یه کانتنت خیلی بدی داریم بهشون میدیم و اینا ناراحت میشن. ولی خب اتفاق بزرگیه. شما بیرون که بهش نگاه کنیم مگه میشه یوهو مستر بیست دوبله فارسی؟ ای کاش که پاش باز بشه ما بتونیم بازی ها رو هم دوبله فارسی بزنیم. واقعا میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم و یه خواهش ازتون بکنم. من دارم سعی میکنم که دوبله های رسمی مستر بیست رو بگیرم، یعنی با خودش همکاری کنم توی دوبله های فارسی و واسه جلب توجه مستر بیست به کمکتون نیاز دارم. من یه متن انگلیسی توی دیسکریپشن زیر این ویدیو و همچنین تو کانال تلگرام میذارم، کانال تلگرامم اینجا میاد، که توش نوشته مستر بیست عزیز، ما مخاطبان فارسی زبان دوست داریم که دوبله های ویدیوهای تو رو با دوبله پوریاوست ببینیم، لطفاً باش همکاری کن. من پیام همکاری رو براش ارسال کردم و فقط به کمک شما نیاز دارم تا بتونیم توجهش رو جلب
کنید. پس لطفاً برید این متنی که این زیر گذاشتم رو کپی کنید و برید برای ویدیوهای مستر بیست کامنت بذارید. هم ویدیوی آخرش هم ویدیوهای قبلیش، هر چقدر که میتونید و معرفتتونه. زیر همین ویدیو من همون متن انگلیسی رو گذاشتم، هم لینک کانال مستر بیست رو گذاشتم. همین الان لطفاً یا بعد از دیدن این ویدیو برید و این متن رو کپی کنید و واسه مستر بیست کامنت بذارید هر چقدر که میتونید. این موضوع واسه من خیلی مهمه و شما میتونید کمک کنید که این اتفاق خیلی خفن بیفته و دوبله های ما به صورت رسمی از کانال خود مستر بیست هم منتشر بشه. بعد از اینکه پوریا وست همچین ویدیویی رو ساخت، هم کلی حمایت شد هم کلی هیت گرفت. کلی از مخاطبا میگفتن کارهای پوریا وست بهتره، کاش مستر بیست با پوریا وست کار کنه، ولی یه سریا بودن که میگفتن پوریا وست دروغ گفته. داستان برمیگرده به این ویدیوی پوریا وست که خودشو توی ویدیو دوبلور اصلی مستر بیست خطاب کرد و حتی گفت که با مستر بیست هم هماهنگه. بچه‌ها بذارید خیالتون رو راحت کنم. ویدیوهای مستر بیست قرار نیست استرایک بگیره. کانال من قرار نیست بسته بشه. اون کسایی که این حرفو میزنن درک درستی از کار ندارن. ما با تیم مستر بیست هماهنگیم. خود کپی رایت هولدر مستر بیست داره کپی رایت رو از ویدیوی ما آزاد میکنه و درخواست استفاده منصفانمون قبول میکنه. پس اینکه این کار محتوا دزدی و اگه مستر بیست بفهمه میاد استرایک میزنه کلا کنسل، چون مستر بیست و تیمش همین الانم میدونن که ما داریم دوبله میکنیم و با این قضیه اوکیه. بعضیا میگن که شما به خاطر پول دارید این کارو انجام میدید و این کار درست نیست. اولا مگه اشتباهی که آدم از هنرش پول در بیاره؟ من یه عمر رو صرف هنر دوبله کردم و به خوبی میتونم انجامش بدم. قوانین یوتیوب و حق نشر تولید کننده های اصلی محتوا رو هم که رعایت کردیم. یعنی این وسط تو این چرخه تولید هیچ کس ناراضی نیست و اگه کسی تو این چرخه تولید نیست و ناراضیه صرفا از حسادته. اما خیلیا میگن اگه تو با مستر بیست هماهنگی چرا یکی دیگه ویدیو دوبله کرد و یا چرا همچین دیسکریپشن زیر ویدیوهات هست؟ ترجمهش اینه که محتوای ما منصفانه است، اما اگر ازش ناراحت شدی بهمون اشتراک نزن و به جاش به ایمیلمون پیام بده که سریع پاک کنیم. همین بهونه زیادی داد به مخاطبا و بعضی از یوتیوبرها. البته اینم بگم که این قضیه خیلی جنجال به پا کرده. برای مثال ایران پرودی میگه که پوریا وست داره دزدی میکنه و به هیچ عنوان با مستر بیست هماهنگی نیست. اگه شما اصلا محتوا هر کسی رو بخوری کانتنت آیدی تشخیص بدید. حالا کانتنت آیدی دو تا گزینه میذارید جلو، یا اینکه بگی که این فریوسه یا اینکه بگی من لایسنس دارم. این میگه من لایسنس دارم، خب چون واقعا برای ترجمه کردن فریوس نیست و لایسنس داشته باشی. خاطر همین اینو داریم. ولی خب شما اینی که میگی اینجوری میاد یعنی شما میزنی فریوسه. چرا؟ چون تصویر من گوشه است دارم ریاکت میکنم و داری گوه میکنی. مستر بیست چندین تا چنل داره که به زبان‌های مختلف ترجمه نمی‌کنه. شما خیلی داری گوه زیادی می‌خوری. چرا یکی از چنل‌های زیر شاخه مستر بیست نیستی که لینک باشی به چنلش که بگن این مستر بیست فارسیه. دقیقاً. ولی چیزی که هست اینه که اگه براتون میزنن چرا پس برای ممنتو رو یه استراک نمیزنن؟ ممنتو هم رفته با تیم مستر بیست حرف زده. 10,000 نفر دیگه هم که دوبله می‌کنن اونا هم حرف زدن. شما اگه داری ترجمه مستر بیست انجام میدی فرانچایز مستر بیست میشی. یا چند تا قوانین داره. یکی اینکه همون بعد لوگوت بشه لوگوی مستر بیست. و اسمت هم بشه مستر بیست فارسی. مستر بیست اسپانیول. دقیقاً اینا ریاکت نمیتونی بدی، تصویر خودت نمیتونه باشه، فقط میتونی کردیت بدی که آقا نگاه کنین دوبلورها اینا بودن، مثلا مستر بیست محمد بود، کریس احمد بود، فلانی پوریا بود، اینجوری. غیر از اون شما حق نداریم اینجوری که تو داری انجام میدی. یعنی تو فرانچایز مستر بیست رو نداری، تو داری تو شیر می‌کنی. و همچنین به دیسکریپشن پوریا وست اشاره میکنه و تیک بهش تیکه میندازه. راستی رفقا اینم بگم که یکی از استریمرها به اسم بیبد گفته که خودش شخصا این قضیه رو پیگیری کرده و حتی به پوریا وست و ممنتو اخطار داده که به زودی قرار استراک بگیرن. خیلی ممنون رفیقم که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. امیدوارم که از این ویدیو بسیار لذت برده باشی. تا یه حواشی جنجالی دیگه بدرود.